سلام بچه‌ها، چطورین؟ کاری که میخوام یادتون بدم رافیا هستش. اون دوتا مجسمه من پاپیا ماشه بودن. خب من 3 تا حلقه تهیه کردم از خرازی، 3 تا حلقه و یه حلقه چوبی. حلقه چوبی بیکار نبود، انجام دادم روش، دیدم نمیشه. بعد این آینه رو بهتون یاد میدم چجور درست کردم. حلقه چوبیه رو میذارم کنار، کوچیکترینش رو برمیدارم، کوچیکترین حلقه که گرفتم و بعد هر سایزی که بخواین میتونین انجام بدین. تو هر سایزی این کار خوشگل میشه. بعد من دنبال متر و خطکش و اینجور چیزا بودم، دیدم که پیدا کردنش سخته. تصمیم گرفتم به قطر خود همون حلقه رافیه هامو اندازه بزنم و برش بزنم. اول اومدم یه دونه کار انجام بدم، دیدم سخته، گفتم چند تا انجام بدم. چند تا گرفتم دست تو دستم و به قطر خود همون حلقه‌ای که داشتم برش زدم. نگاه کنید. من اصلا سختگیر نیستم نسبت به هیچ چیزی، نسبت به اندازه، نسبت به هر چی. بعد حالا گره زدنشو میخوام یادتون بدم. هر یه دونه رافیا رو برمیداریم تو دستمون، بعد از وسط 2 نیم میکنیم. الان بهتون آموزشش رو دقیق میدم به صورت تصویری. هر یه دونه رافیا رو گرفتم تو دستم، 2 نیمش کردم. حالا اون دوتا رو از اون گردی داخل رافیا میکشم بیرون. گره اولم موفقیت آمیز بود. بعدیارم باز آموزش چند تا بهتون میدم. خب ببینید بچه‌ها، یه روزه میتونید کارو جمع کنید. من چون سر کار میرم یکم برام مشکل، تایم ندارم. یکم انجام دادم رفتم سر کار، برام 1-2 روز زمان بود انجام دادنش. بعد دوباره گره رافیا رو بهتون توضیح دادم. قطر رو اندازه میگیریم، 2 نیم میکنیم، اون دوتا رو از اون یه دونه بیلبلک رد میکنیم. به همین سادگی دور تا دور کار همین کارو کردم. بعد حالا اون چوبه رو گذاشتم روش دیزاین کردم که آخر کار باز بهتون نشون میدم که دقیقاً چه کاری انجام دادم. ببینید تموم شده خورشید من بهش میگم خورشید، خیلی دوستش دارم. حالا چوبه رو گذاشتم روش، با چسب حرارتی چسبوندم. کار دوممو ببینید، 2 تا حلقه دارم. هر چقدر فاصله این 2 تا حلقه بیشتر باشه کارتون قشنگ‌تره. گره میزنم، گره سفت و محکم، گره اول، گره دوم، گره ساده. بعد اینکه نخای اضافه رو میدم بغل. بعد رافیا روش میپیچونم. بعد چون نخای رافیه من کوتاهه، هر زمان که نخم تموم شد گره میزنم به نخ بعدی و ادامه میدم. ببینید اینجا پیچوندم. تقریبا یه فاصله 4-5 سانتی، 6 سانتی، حالا دقیق نمیخواد که خط کش بذارید. با دست و چشمی اندازه بگیرید از این ور و اون ور. بعد این کارو کنیم. اولش که این کار انجام دادیم، آخرش هم همینطور. حالا گره ادامهش رو میخوام یادتون بدم. ببینید نخ رافیا رو از داخل رد میکنی، میبری بیرون، دوباره برمیگردونی به داخل. اینجا دقیق تر مشخصه. حالا بردم پایین، دوباره بردم داخل. هر چقدر که این نخ‌ها رو، دسته ها رو تو دستتون حواستون باشه بالا پایین نره، چون اصلا نخ رافیا اینطوری نیست که راحت بیاد تو دستت، چون به چند تا رشته تقسیم میشه. هر چقدر که تو دستتون منسجم تر باشه، کارتون جمع و جورتر باشه، قشنگ تر میشه آخر کار. یه چیز دیگه، من اصلا کار بافتنی تا حالا انجام ندادم، علاقه هم ندارم. این کار خیلی آسون و راحت بود که انجام دادم، اینو مطمئن باشین. دوباره ادامه آموزش رو میدم از داخل به بیرون. ببینید تمام نخ‌ها رو اگر اینجوری ببرید که من انجام دادم خوب میشه. حالا اینجا آموزش گره رو دارم. نخ رافیام تموم شد، میخوام به یه نخ دیگه متصلش کنم. یه گره زدم، دوباره همون بافت رو انجام میدم. اما اون گره‌ای که زدم، اون نخ‌های اضافی که داره، باید بره داخل بافت. با دقت انجام بدین کارتون قشنگ میشه.
من این سبک رو دوست دارم، تو سبک بوهوه. یکی از دوستان پیشنهاد داد گفت چرا به خونت بیشتر اضافه نمی کنی؟ گفتم چند تا کار دست خودم باشه برای اتاق. اون مجسمه های پاپیاماشه هم که داشتم خیلی به اینا می اومد، تصمیم گرفتم که انجام بدم. یکم شرایط سخت شد. ببینید این آینه ها رو من از سفره 7 سینم داشتم. منگوله ها رو اون توپک‌ها رو از خرازی گرفتم، همه چیشو از داخل نخ نامرئی ردشون کردم. به همین سادگی آینه رو با چسب حرارتی چسبوندم. اون چوبرم که چسبوندم رو اون، باز این منگوله ها رو همه رو از خرازی خریدم. این گرداری دومیرم ادامه‌شو نخ کنف دادم، چون